500,000 تومان دیگه این روزا پول خیلی بی‌ارزشی و باهاش نمیشه کار خاصی کرد. شاید نهایتاً یه بعد غذای درست حسابی بتونی باهاش بخوری. و اینجا جزیره کیش یکی از لاکچری ترین جزیره های ایرانه که کلی مراکز تفریحی و جاهای باحال داره که با قیمت‌های نسبتاً بالایی ارائه میشن چون یه جای خیلی توریستیه. حالا ما می‌خوایم با این 500,000 تومان بتونیم یه روز کامل رو توی کیش بگردیم و از تفریحات استفاده بکنیم و حتی شکممون رو سیر کنیم. به نظرتون همچین چیزی میشه یا نه؟ البته اینو بگم که الان ساعت تقریبا 2 ظهر و صبحونه و نهار درست حسابی نخوردم و یه چیزی تو خونه ته‌بندی کردم برای اینکه بتونم این 500 تومان رو بیشتر سیو کنم و بیرون چیزی نخورم چون نمیشه. آدم نمیتونه با 500 تومان کلی وعده غذایی بخوره بیرون و تفریح هم بکنه. پس من تو خونه نون خالی نون خشک گذاشتم تو آب خوردم که الان اینجا بتونم از 500 تومان برای تفریحات استفاده کنم. بیایم بریم. آقا اینجا لابی هتلیه که من تونستم یه گشت پیدا کنم ما رو ببرن جاهای باحال جزیره بگردونن. چقدر بود بلیتش؟ 320 تومن. برای ما گفتن که بیای توی لابی این هتل جمع بشیم که سوار اتوبوس بشیم. بریم قرار با اتوبوس بریم بگردیم جزیره رو. سلام ملیکا هست راستی تو ویدیو یادم رفتیم بگم بچه‌ها ملیکا داریم این سری چنل من چنلش رو تو دیسکریپشن گذاشتم. آقا من شانس آوردم تونستم یه سایت پیدا کنم که میاد تمام تفریحایی که تو جزیره کیش هست و اونجا میذاره میتونی انتخاب بکنی. نمیدونم داستانش چیه همیشه هم با تخفیف این تفریح‌ها رو ارائه میده. بعد توی این سایت یه گشت پیدا کردم که با اتوبوس میبرن تمام جاهای باستانی و تاریخی و اینجور چیزای کیشو نشون میدن بهمون. بعد وای میستن که مثلا عکس بگیریم فیلم بگیریم فلان کنیم. مثلا نمیدونم کیش جای تاریخی و نمیدونم باستانی و اینجور چیزا هم داره. با تخفیفی که تو سایت تفریحام بود بلیتش نفری 380 تومن شد و از ساعت 3 ظهر الان داریم میریم تا ساعت 7 شب 4 ساعت توره 380 تومن. اصلا قیمت توره خیلی خوبه ولی من الان کلا 120 تومن برام مونده تا شب 120 تومن کلا پول دارم که یه دونه بطری آب بخرم 20 تومنش میره. از گشنگی میمیرم حاجی. از کسی هم نمیتونم پول قرض بگیرم. توش واقعا با 100,000 تومن چی میدن من بخورم؟ خب خانم زنگ زد گفت اتوبوس داره داره بیاد سوار شید. کو واقعا کو اینه؟ چه بامزه است. احساس کنم خارجم. وای تو لیدرم خانومه. واو مای گاد چقدر من خوشگلم واقعا. پناه بر خدا پناه. بسم الله پری دریایی پا در آورده. شیر بله تو گوشیمه. دشترتون بدم یا نه؟ چه باحال. وای بشین جلو. چقدر فان. جلوش چقدر جلوه. ببینم آخ جون چند قدم جلو افتادم. دیوا اینا رو ببین. اینا چیزایی که تو نمیتونی داشته باشیشون چون پولشون نداری. آشقاد اگه یکی رو پیدا کنم که برام بخره چی؟ اگه تونستی اصلا چی یاروی کلی رستوران بهمون حالت تبلیغیه. این چیه؟ نقش جزیره است. نگاه ما کجا نشستیم؟ دقیقا اینجا جاییه که توی طبقه پایین راننده نشسته و ما چون طبقه بالاییم چه دید خوبی داریم واقعا به همه جا. هم بالاییم هم جلو. من دیدم وقتی زنگ زد از من پرسید که شما کدوم هتلی دارم. من اینجوری بودم مثلا به تو چه ربطی داره؟ به تو چه ربطی داره؟ آره بعد نگم مثلا اینجوری بوده که وای چه ماشینای خوشگلی. یکی برام میخری. تو که پول نداری امروز شام بخوریم. منظور چی میگی برام میخری؟ من اینجوری هم که واقعا گشنه قرار بمونم. از اگه قرار نبود گشنه بمونم من بازم از اون رنت نمی‌کردم. فست فود مورد علاقت چیه؟ سوشی فست فود؟ نه غذای سنتی خارجیه. غذای سنتی خارجی میشه بدونم چیه؟ یعنی مال سنت اوناست. میخوای اونو بخری شب بخوری جلو گم شو. آقا رسیدیم به ایستگاه اول که اینجا شهر زیرزمینی کاریزه. خاک این زیرزمینیه؟ داداش من تشنمه. روی تورمون عکس هدیه داریم. عکاس اینجا ازمون عکس میگیره به صورت هدیه بدون هزینه. رفاه خیلی داره خوش به حالت میشه. آره میبینی هی داره راضی نیست به خدماتی که بابتش 380 تومن پول دادم اضافه میشه.
به نظرت شهر زیرزمینی کاریز کولر داره؟ خیلی گرمه. به نظرت این تحمل کن. کولر نذاشتن؟ بچه ها اینجا رو چه جالب. واقعا اینا یعنی همین جوری بودن؟ شهر زیرزمینی نمونه. ملیکا پنکه داره. دیدی گفتم باش. بادش خیلی کمه واقعا. اینجا مثل که مثلا یه جور قنات چی شده؟ جوری که همین الان داشتم میگفتم اینجا مثل که یه جور قناته. خب چون اینجا قناته پس چرا میگه شهر؟ یعنی چی میگه شهر زیرزمینی؟ من میشه برم از اون آبا بخورم؟ تمیزه؟ مگه نمیگه آب قناتا به شوره؟ برو از همونجا تا میام بعد برگرد عکسم. برو اونجا. سر زدم کاش. ملیکا اینجا قواس کجا بود؟ عکاس قناتی شده. من تشنمه. الان هر جا اینجا اومدیم تمام قسمتاش پر آب. همین شرشر آب، صدای آب. من آب میخرم واقعا. یه آب میخرم. چقدر پول داری؟ 120 تومن. 110 تومن شد. باز خوبه که آب 10 تومنه اینجا. نگاه اینجا رو. خمشو بخور. دوستان شیرجه بزنم توش. و چه آب زلالی. ای خود چقدر میتونه خوشمزه باشه. وای بچه‌ها رو سقف فسیل لاک پشتیه که قدمتش مال 570 میلیون سال. من فکر کنم 570 سال بود. این عکسش رو اینجا گذاشتن چون خیلی خود واقعیش نامفهومه. شاید نشه پیدا کرد. داره این عکسش رو اینجا گذاشتن که ما بتونیم تشخیص بدیم. مثلا گفتن این گردنشه، این سرشه، این دستشه، این لاکشه و اینم خود جای واقعیشه. این گردنشه، این لاکشه، اینم یه دست، اونم پاشه، اینم میلیکانه. از هزینه کلی که کردی الان پارت اولش اینجا بود دیگه. به نظر جالب بود، راضی بودی، نمیارزید؟ آره جالب و باحال بود ولی واقعا اگه هر بخشش بخواد انقدر طول بکشه من اصلا حال ندار. ساعتش دیگه تو ساعت رو دیدی وقتی بلیط گرفتی؟ از ساعت 3 بود تا 7 دیگه. مثلا تشنمه هنوز آب پیدا نکردم. بعد خیلی مسیر طولانی راه رفتیم توی این قسمت. اومدی سفر. نمیشد مثلا یه از این بالا برا هستن صندلی میذاشته آره خودش راه بره ما ببینیم فقط. بچه‌ها چی؟ شانس داری. وای 120 تومن پول دارم. میتونید درباره شانسم گریه کنید. آب بهم دادن، آب، میوه و بیسکویت بهم دادن. و هر حال 380 تومن بلیط هم باید حلال باشه دیگه. اگه من بودم یعنی بحث شانس من باشه نه تنها آب مثلا دیگه تو کیش نبود بلکه باید آبی 100,000 تومن میخریدم. انقدر من شانسم بده و با سفیده. 1 minute 37 seconds later. وای این لوکیشن خیلی شلوغه. اصلا خورد میشه از این همه چیزا. مرسی. بفرمایید ظرفای اصیلی رو دیدن کنی. همه کار دستن. راست میگه اینجا یه وایب قشم طوری میده. یک بافتی از کیش که عین قشمه. فکر کنم یه حالت میگه مثلا یه روستایی. آره یه بافت روستاییه. بعد ما فرار کردیم بریم تو کوچه پس کوچه. 1 hour later. آقا من دارم احساس میکنم که داره خوابم میگیره و دلم قهوه میخواد. منتها مثلا یه آدم یه لته الان بخواد بگیره کمتر از 120 تومن نیست. من کلا 120 تومن پول دارم. بعد دارم احساس گشنگی هم میکنم. قلوب میخوری؟ یه قلوب چی؟ یه قلوب قهوه برات بخرم؟ آها تو قهوه بخوای برای خود یه قلوب به من بدی. خب نه یه اسپرسو میگیرم 30-40 تومن. اسپرسو دکه یا اینجا دکه نداره. اسپرسو دکه میگیرم. چجوری قهوه بخور الان 30-40 تومن اگه پول تو من فکر نمی‌کنم اینجا واقعا اسپرسوی 30-40 تومانی پیدا بشه. بگیرمم حتی 40 تومن میمونه برام 80,000 تومن. 80,000 تومن یه شاورما هم نمیدن. پول بیار. چطوری؟
ایده ای داری من از تخیلاتت استفاده کن. like what دستبند تو چند خریده بودی؟ دونه 35,000 تومان همونو بفروش دونه 10,000 تومان. میخری ازم؟ آره جدیه چون سر ویدیوه جدی از دیگه 10,000 تومان میخره. خب سه تاشو بخرم میشه 30 تومن 10,000 تومان یه آب معدنی بهم میدن. بچه‌ها کشتی یونانیه. من خب اولین بارم میبینم، شاید خیلیاتون دیده باشید. و اینکه من فکر می‌کردم خیلی مثلا عقب تره، در حالی که واقعا جلو دم آبه. یعنی آره همین جلوه کاملا. فیمتوس سنا کنیم تا اونجا. واقعا در ستایش این غروب زیبا میمیرم من واسه این غروب خلیج فارس. حالا اینجا هم که لوکیشن کشتی یونانی که البته خب این شلوغه دیگه. من دیگه خیلی گشنم شده. بعد هنوز اون آب میوه و بیسکویتی که تور بهمون داده رو دارم. الان دیگه کشتی یونانی بازدیدش تموم شد. می‌خوام بریم بشینیم تو اتوبوس، می‌خوام وعده غذایی سوپر لاکچری رو بخورم. بیسکویتش منظورشه. آره گفتم آب میوه. تو هم نخوردی نه؟ من عزیزم من میرم واسه شام. خب منظورم که تو الان این وعده سوپر لاکچری رو در کنار من میل می‌کنی، شبم ژام می‌خوری. این وعده سوپر لاکچری حقیقتا گلوی منو خوشگله. شامته؟ هنوز 120 تومن دارم. با 120 تومن واقعا حتی یه مثلا پرس سیب زمینی هم نمیده. سیب زمینی ساده هم اینجا سیب زمینی ساده مثلا 200 خورده معمولی ترینش. خیلی طولانی بود. بچه روستای باغو فقط یه کافه است. اما الان لوکیشن آخریم که روستای باغو شاید توش باحال باشه. خب بریم. روستای باغو حاجی این اسمش ام علیه. مادر علی. واقعا داری برام میگیری؟ دوغاشو. اوکی. That's good. همه برگشتن نگاه. یه خور یک قاشق خوردم. یک قاشق دیگه باقی مانده. بعد با دست خودش هم بهم میده که مثلا من کم و بیش بر ندارم. شامته. نیفته حالا شامم. عشق و حال براه هزینه لاکچری. لاکچری بچه ها گشت بالاخره تموم شد. بعد نبود باحال بود. هیجان انگیز نبود ولی به هر حال با این مبلغ چیز دیگه بهمون نمیدادن واقعا. من پیشنهادش میکنم. آره مثلا خیلی تاریخی باستانی ادبی فلان این مدلی بود. و الان شب شده ساعت 7:30 من دارم از گشنگی میمیرم واقعا. ما یه بازار پیدا کردیم که هیوا بیاد 120 تومنش رو اینجا خرج کنه چون مطمئنم جای دیگه نمیتونست پیدا کنه. اینو میگی؟ این به نظر میاد همه چیش خارجی باشه. من با 120 تومن یه شکلات انقدی میتونم بخرم. همونو بخور و خدا تو شکر کن. نه اینا سیرم نمیکنه عزیزم. بچه‌ها فروشگاه کوروش پیدا کردم. همینجا بود، ما نمیدیدیمش واقعا بغلمون بود. میشه ساندویچ آماده پیدا کنی؟ پیدا کردم. چند له 89,900. نمیتونم بخرم. یه چیز دیگه هم میتونم بخرم. 1000 تومن میمونه. 1000 تومن میمونه برام؟ نه 1000 تومن کم میاد؟ آره. برو خدا بده. 1000 تومن میخوای؟ بده 1000 تومن. چی کار میکنی برام؟ همه کار، هر کاری که بگی. به قرآن قسم هر کاری که بگی بده دیگه. آقا واقعا بیشترین فشاری که امروز بهم اومد سر معدمه، به خاطر که اصلا درست حسابی غذا نخوردم، با چیزای آتشخال معده‌مو پر کردم، بعد مثلا فکر یه درد معده چیزی گرفتم. ولی الان که دیگه تقریبا ساعت نزدیکای 12 و عملا یعنی که امروز داره تموم میشه، من دیگه این ویدیو و این چالش رو تموم میکنم و میرم مثل آدمیزاد با پولهای زیادم یه شام خوشمزه خودمو مهمون میکنم. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره که کلی به من انرژی بدین تا یه ویدیو دیگه از چنل کلوار. فعلا خدا نگهدار.